حضرت سلیمان باشد. دکتر مازار توضیح می‌دهد که طبق یافته‌های دینی و تاریخی به احتمال زیاد این یافته‌ها به پادشاهی حضرت سلیمان برمیگردد. آنها همچنین در این تحقیق با مشکیزه‌های بسیار بزرگ و عجیبی روبرو شدند که برای ذخیره آب استفاده می‌شد و بر روی این مشکیزه‌ها نوشته‌های عجیبی به زبان عبری یافته می‌شد که نشان میداد که مربوط به مسئول بزرگی در یک پادشاهی است. اما در مقابل بسیاری از دانشمندان کنونی نظریه این تیم تحقیقاتی را رد کردند. اما بهترین و قابل اعتمادترین نظریه این است که قبر حضرت سلیمان زیر کوه هیکل سلیمان است. اما از اونجایی که این مکان بسیار مهم است و مکانی است که بسیاری از مسلمانان و یهودیان برای آن ارزش قائل هستند، باستانشناسان جرأت نکردند که آن را حفاری کنند و درباره آن تحقیقاتی انجام دهند. لازم است که بدونید تمام این نظریات و تحقیقات فقط در حد ادعا هستند که تاکنون سند خیلی معتبری برای آنها وجود نداره و تاکنون فقط در حد یک تئوری و نظریه هستند. اما چیزی که در آن هیچ جای تردیدی نیست این هست که پادشاهی حضرت سلیمان بزرگترین پادشاهی